الهی شکر. خیلی وقت بود غذای به این توپی نخورده بودیم. دیگه باید ببخشین حاج آقا، مثل دست پخت خونتون نبود. صدا دارم. مسئلتون. بله. حاج آقا قطب شمال 6 ماه شب 6 ماه روز. عجب. چجوری میشه نماز خوند؟ یه جوری آدم رو نگاه میکنید انگار بلیت شمس العماره دستتون رو میخواد برید قطب شمال. اتفاقا در خصوص این موضوع هنوزم میان علما اختلافه. یه عده از علما نظرشون اینه که ما مسلمین اصلا به قطب شمال نباید بریم، چون گرمایی هستیم و سرما به ما سازگار نیست. حالا چه کاریه که ما بریم به جایی که خدا نکرده از شدت سرما به لقاء الله بپیوندیم؟ خب حاج آقا ببخشید، با این حساب اگر بین مسلمین و قطب شمال جنگی بشه، تکلیف اون مسلمانی که اسیر میشه چیه؟ بله، اتفاقا اون دسته از علما هم همینه میگن که شما تو اون 6 ماه شب هر نمازی که بخوانید جز نماز شب محسوب میشه و اصلا گور پدر قطب شمال. شما بهتره که طبق ساعت مملکت خودتون نماز بخوانید و بخوانید. حاج آقا پس با این حساب تمام شد و رفت، شما ماستت بخور. حاج آقا، یکی از اهالی محل صدای خیلی خوبی دارن، میخوان یه دهن بخونن اگه شما اجازه بدین. بله، چه اشکالی داره؟ اتفاقا یه آوازی هم تلاوت بشه برای هضم غذام خوبه. بفهمید. Küçelere susap pişem, küçelere susap pişem. Yar gelende toz olmasın, yar gelende toz olmasın. Ele gelsin, ele gelsin, ele gelsin, ele gelsin. این موسیقی خدا نکرده مصداق غنا نباشه. بله خوب، به هر حال چه اشکالی داره؟ خیلی هم خوبه. آخه مسجد که جای این کارا نیست. آی فضلی، کی گفته که مسجد فقط جای عزاداریه؟ اتفاقا یه وقتایی هم لازمه که شادی بکنید، حالتون رو بکنید. İstikana qassalmışam.